سلام بچه ها، دوباره اومدیم امروز با یه ویدیو دیگه. بخشید من تو کانالم یکم کم کار میکنم چون واقعا برای هر ویدیو اینترنت خیلی زیادی میخواد تا آپلودش کنم. من میذارم آخر هفته، هر وقت بیشتر آخر هفته. اینترنت بعض وقت من بیشتر دارم اون موقع یا شبا، اون موقع براتون یه دفعه این ممکنه چند تا ویدیو آپلود کنم. پس لطفاً سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو بدید، کامنت بذارید و زنگوله نوتیفیکیشن بزنید که اگه دوست داشتین ویدیو رو، من ویدیو بعدی من اولین نفر شما خبر داشتید. امروز اومدیم با یه آموزش ماینکرافت دیگه. امروز میخوایم یاد بدم بهتون که زامبی ها رو چجوری خوب کنید و اینکه مثلا اگه برین توی جهنم، اگه ببینید این قطب نماها کار نمیکنه، همینطور دور خودش میچرخه و مثلا اگه گمشید دیگه نمیتونید راه درست رو پیدا کنید. میخوام یه کار یاد بدم که بتونید این کار بکنید. پس تا آخر این ویدیو نگاه کنید. خب نگاه کنید، این همونطور که میبینید یه دونه از ویلیجراست که زامبی شده، یا همون من فارسی بخوام بگم روستایی ها، روستچی ها، اونا که تو روستن وقتی که زامبی ها بهشون حمله کنن بخورنشون تبدیل به زامبی میشن. جدیدن هم توی ماینکرافت، حالا من تازه حالا پیدا کردم، شما رو نمیدونم جدیده یا نه، بعضی روستاها رو پیدا کردم که توشون همشون زامبی شد و تارنکبود بست و اینا. خب مثلا میرین اونجا میخواین درمانشون کنید. وسایلی که لازم دارید، اول از همه که یه دورای مهمترینش، اما توی هر بیشتر روستا پیدا میشه، یه دونه از اینا. از اینا که بردارید یه دونه خاکستر که میتونین با کشتن کریپرها بگیرین، اون زامبیایی که منفجر میشن. فقط باید بکشینشون، خودشون منفجر بشن نمیده، بکشینشون بهتون میده. از این پودرهای طلا و یه چیز دیگه، این چشم عنکبوت. و آخرین وسیله که لازم دارین بطری آب. خب برمیدارین این رو میذارین روش، بطری آب رو وارد میکنین، طلا رو میذارید اینجا. حالا خاکستر میبینید که این داره پر میشه. حالا تا اون پرشه یه چیز دیگر یادم رفت بهتون بگم، یه سیب طلایی هم لازم دارین، حتما باید طلایی باشه. خب وای میسیم تا این آماده شه. خب آماده شدین و بعدش چشم عنکبوت رو میذاریم. وای میسیم تا پرشه. خب برش میدارید، وسایل هم دیگه لازم نیست، این معجون به دست میاد. برش باید اینطوری کنید، بزنید به زامبی که معجون واردش شه و این سیب رو بهش بدید. بهش همونطور که ببینید یه صدای لرزه انگار میده. خب حالا اون یکم طول میکشه تا موقع من میخوام، اگه بلد نیستین دروازه جهنم درست کنید، این یه جورای آموزش هم هست برای اونایی که بلد نیستن. دوتا اینا رو میذاریم. اینا البته برای خوشگلی، تو آپدیت جدید، توی نسخه قبلی ماینکرافت هم سنگای ساده بود، اما حالا من توی این نسخه باید میکنم چون یه چند دفعه کار نکرد برای اطمینان. بعدش میرین اینجا فندک رو برمیدارید. خب
فندک رو میزنید اینجا و دروازه باز میشه، میرین داخلش. اینجا جهنمه. فکر کنید مثلا شما الان قرار برین دورتر از اون دروازه‌ای که ساختین و اگه هم برین دورتر یه دروازه دیگه بسازین دیگه جای قبلیتون در نمیاد. مثلا ممکنه خونه ساخته باشین یا چیزی، حالا به هر دلیل بخوای حتما همونجا برگردی. یه دونه از این آجرها برمیداریم به نام لودستون با یه دونه قطب نما. قطب نما ببینید همونطور که میبینید همش داره، ببخشید اینو اشتباهی انداختم. همونطور که میبینید قطب نما خراب و اینجا هیچ کاری نمیکنه. شما وقتی این لودستون که میذارید، قطب نما رو که میذارید روش بعدش، حالا چون من کریتیو هم نمیشه، نگاه کنید یه دونه افسانه اجرا بهتون میده. حالا شما هر چقدر که دور شی این جای اونجا رو نشونتون میده. برش این طرفش رو دنبال کنید، نگاه کنید میچرخه به سمتش همینطور. البته اگه درست بگم میچرخه به سمت اون منبعش. بله میچرخه به سمت این. پس اونجایی که میذاری نگاه کنید، اگه نشتنین دوباره اینطوری میشه. حالا برمیگردیم به زمین، به همون جای اولمون. توی سروایول اگه بخواین ساختین و مثلا رفتین توش کار نکرد، فکر نکنین خرابه. باید وایسین روش، توی دروازه باید وایسین یه چند ثانیه، صورت اینطوری کج و مور میشه بهش درست میشه. این همینطور داره هنوز به تبدیل شدنش انجام میشه. یکم وای میسیم. رسیدیم. من خودم این مشکل رو خیلی داشتم، نمیدونم شما دارین یا نه. من اولا فکر میکردم نگاه کنید درست شد، تبدیل به روساشی عادی شد، ویلیجر عادی شد. خب من این مشکل خیلی داشتم وقتی که من چنل رو برمی داشتم و هیچ وقتی میافتادن زمین همینطوری بود ساده و خیلی اینطوری مردم. فکر میکردم جوابه کاری که باید شما بکنید. حالا من دارم به نسخه گوشی میام، حالا کامپیوتر رو نمیدونم، اما حتما میگردم به شما میگم. یه وقتی که داریم مثلا داریم میرین، وقتی که میزنید یه بار دیگه هم باید بزنید. همونطور که میبینید آروم میاد پایین. خب ممنون که ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.